بینندگان عزیز شرق گلوبال با برنامه افغانستان پیشاندن خوش آمدین. من ولی جویا هستم، این بار در برنامه سمتخانه پلخمری ولایت بغلان. سمتخانه پلخمری ولایت بغلان که شما معروف است در تمام افغانستان و تولیدش در تمام ولایت افغانستان میره و بزرگترین فابریکه در سطح افغانستان است و ما خواستیم در این برنامه این فابریکه بزرگ به شما با معرفی بگیریم. امید داریم که تا آخر برنامه ما را همراهی کنین. از این که سنگ چگونه به سمت تبدیل میشه به شما در برنامه خواهیم گفت. دستگاه دیسپچری داشت است، داشت دوار از اینجا رهبری میشه مکمل کل چیزش از اینجا مواد گرفتنش گرمیش کلش از این امپیرها رو میبینین. این امپیرها کلش از مربوط به داشت است. هر ساعتی را لابراتوار گرفته میاره این وزن لیتریش است. اینجا میاره طول میکنه که چقدر پخته شد. فعلا 400 است، 1400 باید چقدر باشه؟ همه باشه 1400 تا 1450 وزن لیتری. این آسیاب زغال است. زغال توسط تصمیم بده این بنکرها، از این بنکرها بریم پیش پلوای. این پلوای زغال است. این زغال داخل آسیا میشه. اینجا داخل آسیا این پس با پودر تبدیل میشه. باز همون نلی که میبینین اون نل بالا کش میکنه در ذخیره پودری. باز توسط اون شنکا داخل داش زیر پاک است. توسط اون شنکا پایین میشه در نل داخل داش پف میکنه. داخل داش هستیم، داخل داشه که برای دفعتاً جهت ترمیم و ترمیم کاری اینجا را ترمیم میکنن و پاککاری میکنن. اگر شما با تصویر ببینین و داش اولی را که شما دیدین فعلا در گردش است و چالان است، او عملا مصروف تولید است. ولی ما خواستیم که داخل داش یک پیره به شما با معرفی بگیریم. انشالله هستیم، ما را همراهی کنین. پایین سعی کنید که چقدریست. بله. سلام علیکم. خونده نباشید. ای بارک الله. ترمیم شده، خشکاری شد. خب بینندگان عزیز شما میبینین که اینی خشتا تازه است و نو است. این تازه ترمیم کاری شده. فکر کنم طرفام خشکاری میشه. کارش خشکاری است. کمی که روش میگیره باز اون مواد پر میشه. مواد پر میشه اون رقم خیلی داره. پس دوباره با خشکاری است. تا آخر خشکاری میشه. 20 متر کارش خشکاری. این چقدر طول داره اینمی؟ 120 متر از 130 متر. خب 130 متر. حالا شما چند متر از این کار میکنید؟ فعلا هم جایی که خشتایی که از کار میفته که دیگه کار نمیته، فعلا 7 متر خشتکاری کردیم. جایی که مثال از زمانی که خشتش از کار رفتید باز خشت کنده میشه دیگه خشتکاری میشه. داخل اطراف از این آتش میگیره؟ دونه خود اینجا آتش میباشه. خب داخل آتش میشه. این زغال از کدام را شما وردیشم؟ داخل زغال نه تریس کنه. درست. خب دوستای عزیز فکر کنم به اندازه 7 متر کمی خراب شده، رویش سمت دیگه پا گرفته. اینا اینجا را پاکاری میکنن و خشتای تازه هم که شما در تصویر میبینید کل از این خشت نو از زیر پای طرف. این جایی است که داش از این کوره است. این کوره است جایی است که آتش میگیره، سمت اینجا پخته میشه و این در چرخش میشه، در چرخش میاد. و تا آخر برنامه ما رو همراهی کنین. حالا میریم طرف جایی که زغال به اینجا وارد میشه.
خب دوستای عزیز، ما فعلا به داش اول آمدیم که شما بیشتر خاموش شدیدین. دو طرفه داغ است، حرارت بالا است و شما فعلا داخل تنور میبینید که به چه حرارت سمت در حال پخته کردن است. یک حرارت بسیار خارق العاده داره. برای انشاءالله در گزارش میبینین. خب جناب استاد میشه بگین که فعلا چقدر حرارت است؟ 1400 درجه حرارت است. کرینکر پخته است، خاک به اون به سمت تبدیل شده، پخته شده، کرینکرها برآمده روی سر از داخل داش. این جایی است که امو سنگ معیار حرارت خود پوره کرده. بعد از اینکه حرارت گرفته به سمت تبدیل شده، بله به کرینکر تبدیل شده و این فعلا جایی است که اینجا به صورت بزرگ به صورت کلوله سنگ البته میآید. بعد از توسط چین انتقال میکنه به آسیاب. در اوجا در ذخیره آسیاب انتقال میکنه، اوجا آرد میشه و به خریده ها پر میشه و به بازار عرضه میشه که میریم با هم یکجا میبینیم. همین ترانسپورت کرینکر بود که موادی که از داخل داش میبراید تولید میشه او را انتقال میده به ذخیره. وظیفه می چینو انتقال مواد از داش است تا ذخیره کرینکر که کرینکر تولید میشه، با اینجا مربوط دیگه بخشا میشه که مربوط پودر کردنش میشه. چیز دوار است، او توقفی نداره. مواد از طرف میاد پخته شده، تولیداتش 24 ساعته است، داش استاد نمیشه. همین بخشی که خودت حال کار میکنی، همین کدام بخش است؟ چه کار میکنه؟ این بخش مواد خام است. مواد خام، خاک همراه مواد جغل یا مخلوط میشود میره آسیا، از آسیا مخلوط میشه میره طرف سیلوی مواد خام، از مواد خام میره در داش، از داش باز این کرینکر جور میشه، این پس میاد مواد کرینکر مواد پخته، از اونجا پس آسیا میشه میره طرف سیلوی سمنت. خب پیشک خودم معرفی کنین، همین پروسیجر این را تشریح کنین. محمد ضمیر ولد محمد صادق، توصیه مواد خام و پخته وظیفه ماست. ما هم یه کار میکنیم که این آسیا خاک همراه سنگ مخلوط میشه میره به حوض، از سیلو میره به حوض، از حوض مخلوط میشه میره به داش، از داش میشه کرینکر میشه میره به آسیای سمت. بله، ما عبدالولی است. مسئولیت ما یعنی 3 بخش است، فهمیدی
که اوجا مواد خام مخلوط میشه متوسط آسیا میاد ذخیره که آمده ذخیره لابراتوار میشه که چک میکنه سنگ و خاک آماده میکنه میاد یاوز دیاز می آماده به داشت میشه داشت به توسط شلام میجه بیادر و انتقال داده میشه به داشت داشت بیادر گل اوجا متوسط حرارت گرمی که زغال مصرف میشه و میره کرنکر میشه تولید میشه و در سپیشلی اینمیجا ما شلمکار هستیم، اینمیجا مواد در داشت میتیم، اینمی وظیفه ما مردم است، اینمیجا وظیفه خود انجام میتیم. خیر ببینید، زنده باشین. وظیفه‌شون واقعا ما دیدیم که در سر وظیفه هستن، چون بزرگ از فابریکه بزرگی است. اگر یک نفر غفلت کنه ممکن بسیار فاجعه بار باشه و همگی پسر کارشان هستن. سلامت باشین. بخیر باشین. سلام علیکم. علام محمد هستم، یکی از مسئول شلمکو. مواد ما به داشت میتیم، اینجا مراقبت میکنیم که موتور یعنی داشت بند نشه. اینجا ما هستیم. این مواد از اونجا پیش شما انتقال میکنه؟ از اونجا پمپ میکنه بالا میاد، از اینجا باز میره در داشت. این آیاسیای سمت که آرد میشه، مواد میشه، میاد دارد، یاره بلند میکنه، میاد این تسمه است. این تسمه کشکده میبره در سیلو. باز اون سیلو 1 2 3 4 تا 6 سیلوست. هر یکیش پر شد، اول پر شد در 2 رخ میکنیم، 2 شد در 3 رخ میکنیم. رخ کردن دروازه داره، باز و بسته داره. فقط سر بریم در سیلو میره، سیلو پر میشه. توسط همین تسمه میره. این آخرین مرحله است که باز خریده میشه و برگیری میشه. کدام مرحله دیگه هم داره؟ آخرین مرحله است که در سیلو میره. از سیلو دوباره این رقم تسمه است در باربندی میره. بو بارگیری میشه که در موتور باربندی میشه، بارگیری میشه. سلامت باشین. موفق باشین. بخیر. خب دوستان، این آخرین مرحله که قبل از خریده شدن است. البته هم خریده شدن آخرین مرحله است. دیگه این آخرین مرحله است که مواد آماده میشه، پخته میشه، کل چیز تکمیل میشه، فقط خریده میشه، با بازار عرضه میشه. دیگه تا آخر برنامه که یک قسمت دیگر هم باقی مانده، با ما باشید. فابریکات سمنت غوری که متشکل از 2 فابریکه است. فابریکه اول سمنت غوری و فابریکه دوم سمنت غوری. فابریکه اول سمنت غوری که به ظرفیت 400 تن است و فابریکه دوم سمنت غوری به ظرفیت 1000 تن در شبانه روز است. البته هر 2 فابریکه در شبانه روز 1400 تن ظرفیت دارد. فابریکه اول در سال 1341 به ظرفیت 400 تن و سیستم مرطوب فعالیت خود آغاز کرده که تقریبا 60 سال میشه و هموطنان عزیز ما سمنت با کیفیت عرضه کردن. و فابریکه دوم که در سال 1365 سنگ تاداب ازی گذاشته شد، تقریبا 3 سال کاری مونتاژ و ساختمان ازی ادامه داشت. متاسفانه با برآمدن اروسا که از افغانستان برآمد، انجینرهای خارجی هم از وطن فرار کردند و کاری از این تقریبا 20 سال نیمه کاره ماند که خوشبختانه دوباره در سال 1386 فابریکات سمنت برای سکتور خصوصی واگذار شد که فابریکه اول و را بازسازی و فابریکه دوم نوسازی و اینستالیشن میکنند
که توسط یک تیمی از تجاران افغانستان که شرکت افغان اینوستمنت جور کرده بود، اونا آمدن در حدود 45-46 میلیون دلار دیگه سرمایه گذاری کردن و فابریکات سمنت اول دو را به ظرفیت اعظمیش رساندن و فعالیت آغاز کرد. فابریکه سوم که در قراردادی از اینا بود پورا باید جور میکردن که متاسفانه با جور نکرد. به اساس اونمو کمکاریشان قراردادشان در سال 1395 فسخ شد و در حوت 97 فابریکات دوباره به وزارت معدن واگذار شد. با مدغم شدن دوبارهشان به وزارت معدن تقریبا در حدود 3 ماه به وزارت معدن بود. بعد از 3 ماه فابریکات سمنت با انکشاف ملی مدغم شد که خوشبختانه کارایشان بسیار خوب پیش میره و فعلا ما تولید ما را شما عملا میبینید که ادامه داره و ماهانه در حدود 25 میلیون ما تنها در شهر پلخمری از طریق معاش و خریداری و گپا عرضه میکنیم. در اینجا 820 نفر عملا کار میکنن که اگر غیر مستقیم محاسبه کنی یا با خانوادهایشان در اینجا 4,500 نفر آشای باطن میشه و بیشتر از هزارها نفر دیگه غیر مستقیم در بخشای فابریکه سمنت مشغول کار هستند. ما به تمام ولایت‌های افغانستان خصوصا ولایت‌های شمال به طرف کابل، جلال آباد، غزنی، لوگر تا اینجا ما سمنت خود روان میکنیم. به طرف ولایت‌های قندهار و هرات چون مسافت را دور است برای مردم سمنت ما بلندتر تمام میشه، در اونجا رسانده نمیتونیم. اگر روان هم کردیم بعضی وقتها محدود است، لیکن اکثریت سمنت ما در شمال افغانستان و ولایت کابل، پروان، ولایت‌های مرکزی استفاده میشه. یعنی تاینه زیارت که است، زیارت به نام خوجه سوسبوش ولی صاحب است. اونو بالاینش میرسل پایلوش است که در شاگردی میکرد دیگه. اینجا اما خسروم لشکری ملنگ گفتنی پدرش دولت ملنگ است که این لشکری ملنگ عمری که تیر شد تقریبا 80 سال میشه که تیر شد، نه از مدسین دیزو کلان بود دیگه. پدرش اینجا عمری خدا تیر کرده. در این فصلی که ما بودیم و هستیم اینمی چیزی دیدیم که مردمی یعنی از دوری جای دیگه کس نمی از همین کیلگای از همین منطقه می آید و با در اینی مدتی دیدیم دولت پیشینه این قدر کار دیدی که زیارت 2 دفعه کنده شده، شو نفرش پیدا نتانست، نه حکومت پیدا تانست نه قومی دیگه ای را کندن. اینمی است که با همون خسور خدا بیامرزه او فوت شد
اینمی که بار دیدیم مدا نفرایی که میاد از کلگای دوشی و از پول خمری و از اینجا میاد به سیلیجی. اما کلانای ما که سابق همی زیارت میکنن میگن تی چند تا تاریخ هایی که مردم به چشم سرخ هم کلانای ما دیده در زمان ورسا میگن تانکایشان که میامد از چنار زیارت بالا تیر شده نمیتونستن، همینجا تایراش دور میخورد و استاد میشد، بالا رفتن نمیتون. یکی دومیش میگه جمی مجاهر زیارت که امی نگاهبانی زیارت میکرد به نام لشکری ملنگ است، حال زیارتش میجاست. اینجا مجاهر بود، امزی مردمی که بالا و علاقا گوسفندایشان رمایشان میبرد، از او یک تا برگک میگرفت، نظر میگرفت. بعد یک تا چوپان گفته که نظر مرا بیتی، ملنگ گفته که ما نمیتیم، تو چی قدم مفتی کلید شیشته و برای ما میگی گوسفند بیتی. این دینمی دره بالا میکنن تا آسمان پاک یک ابرک کوچک پیدا میشه، دینمی که ابرک یک قسم میزنن بسته گوسفند قطعی سر و پاش میبره و یک هم چوپان قطعی همون سگ خود میبره. دو سیومش اینمی اینجا امی تونلی که پایین جاب که از بینش میاد یک صفر رفتگی، یک 30 متر تقریبا زیر زیارت رفتگی آب میاد. اینجا یک رمدار میاد، کمی چوپانش اینجا تمی خوج ما داخل می کور رفتم برم خوج بیارم داخل میره که یک 30-40 نفر کالای سفید لنگای سفید شتگی است و هم خوج وقت دیگ کده و در کاسا بالا کده خورده رایستن. این چوپان هم قطعا میخوره و پس میبره که دیگه قریه دیگه پرسان میکنه که رمی ما کلام طرف رفت و میگه والا مسابقه کلانا قسم میکرد که یک چوپان اینجا در آمده در کرد زیر زیارت دیگه تو سرگم است، دیگه ما هم قیادی داریم دیگه از رما ما خبر نداریم کجا رفته. یک چور میدونه که از این وقت تا این زمان چندین سال تیر شده که ما در اینجا رفتیم پس برآمدیم دیگه مردم های مختلف جا آمده. این که مردم های ما سابق به ما قصه کرده و کلان های ما آگاهی داریم. بس اینجا ما بر سیاحت آمدیم که چند دانه شهدا هست که قریبا خیلی قدامت دارن که بیشتر از 100 سال می باشه و دیگه خیلی یک قبرستان بزرگی از این موقعیت دیگه یک جای تاریخی است که یک چشمه خیلی آب پاک بگویم، شفاف بگویم، خوشایند بگویم که از بعد چندین کوه به این قسمت آمده و از اینجا مردم استفاده میکنن. این مردم محله که میبینین همش از این آب استفاده میکنن و دیگه این دو شخص بزرگی که در اینجا دفن هست بیشتر هم یاد کردم که قدامتشان از 100 سال بالاتر است، مردای خدا بوده. دیگه یک جای دیدنی است، باستانی است که ما آمدیم از اینجا دیدن کردیم. خب بیننده‌های عزیز شرق گلوبال، بازم سلام مجدد. امید داریم که تا آخر برنامه ما را همراهی کرده باشین. شما از ابتدایی که سنگ چونه از کوه پایین میشد و چه قسم پروسس میشد و با ماشینری ها چه قسم انتقال پیدا میکرد و بالاخره به سمنت غوری تبدیل میشد و ما شما میتونستیم که در جا و مکان و محل خود از او من حیث سمنت استفاده میکردیم. امید داریم که این برنامه را تا آخر دیده باشین و یک چیزی برای معلوماتتان افزوده شده باشه. دیگه تا آخر برنامه که باز هم ولی جویا در خدمت شما قرار میگیره در یک برنامه دیگر از ولایت بغلان. شما را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. با افغانستان پیشاندنه، با برنامه افغانستان پیشاندنه و شرق گلوبال باشید.